موین غفورو فعلا در تاجیکستان یگانه قهرمان اوید به سامبوی محاربوی و یا رزمی است. هرچند این ورزشکار همگی یک بار و آن هم در سال 2013 غالب آمده است، ولی به پیروزیش در سبقت جهانی قریب الوقوع اطمینان دارد. در دولت خودمون گذره با خیلی خوب است که همه برادران همه بالشکو از خودمون هستن. پسیخالگی است که خیلی نسبیکه سوز داریم. خیلی سپورت بایی میکنه که انشالله مدال طلا میبریم. صدها ورزشکار در تاجیکستان میخواهند به دسته منتخب کشور شامل شوند، اما تنها آنها انتخاب میگردند که نتیجه بهترین را در تمرین قوه آزمایی نشان میدهند. سویربک سفروف جداً به تمرین شروع کرده است. هرچند او تا هنوز پیروزی چشمرس نداشته است، ولی باوری دارد که توان اشغال جایهای نمایان را دارد. به سویربک اهل خانواده کمک میرساند. سحر بیگم مشق می‌کنیم. در این مشق عصبا رو آرام میکنیم. 2 وقت مشق میکنیم 2 ساعتی. خانه در البته پدشکار هستیم. میگن که شاملو بچه‌م چمپیون جهان میشه. مهنت که سحر بخیر مشق بیگه برام مشق برام. در لیگ سامبوی محاربوی تاجیکستان میگویند برای سبقت جهانی دسته بهترین را آماده خواهند کرد. برای این تمامی شرایط ها مهیا است. شروع از لوازمات تمرینی تا مربی‌هایی که در امریکا و روسیه مشق دیدند. ورزشکاران بهترین یک جای تمرین و به همدیگر کمک میکنند. در طول 8 سال اخیر ما علیه استادان سطح جهانی آید به سامبوی رزمی و استادان ورزش را داریم. انتخاب ادامه دارد. ما ورزشکاران بهترین را دعوت کردیم. برخی از آنها در روسیه و برخی دیگر در کلوب‌های تاجیکستان مشق میکنند. سبقت جهانی آید به سامبوی محاربوی در تاجیکستان 15 دکبر برگزار می شود. برای شرکت در این مسابقه 20 دسته از کشورهای مختلف درخواست پیشنهاد کردند. هرچند طبق مقال معروف ورزش پیشگویی را نمیپسندد، ولی تشبسکاران سبقت معتقدند نوابسته به قوی بودن رقیبان ورزشگران تاجیک اکثر جایهای فخر را صاحب خواهند شد.